سلام و عرض ادب خدمت همه عزیزای دلم. امیدوارم که هر جا هستین حال دلتون عالی باشه. من امیرعلی هستم و اینجا چنل وید فارمینگ. امروز خدمت شما رسیدیم با آموزش یه ماینینگ تو ایردراپ از بیت کوین که بهتون ساتوشی میده. خیلی درخواست کرده بودیم و همونطور که میدونین نزدیک هاوینگ هستیم و ممکنه ساتوشی هایی که ماین میکنین خیلی ارزشش بالا بره. پس اگه به این موضوعات علاقه‌مندید چنل رو سابسکرایب کنید و ویدیوهای ما رو از دست ندید. بدون فوت وقت بریم سراغ آموزش. خب دوستان، لینک ربات رو داخل چنل تلگرام براتون میذارم و ازش استفاده کنید. وقتی که روی لینک بزنید وارد ربات ماینینگ بیت کوین میشید. روی این گزینه استارت کلیک میکنید. صبر میکنید تا ربات براتون بالا بیاد. خب دوستان، وقتی که براتون ربات لود شد اینجا وارد اینجور صفحه میشید. وقتی که وارد این صفحه بشیم چند تا آیکون پایین صفحه هستن. یکیش ایردراپ هست که شما با انجام دادن تسکاش مثل سابسکرایب کردن یوتیوبش و توییترش هر کدوم 100 تا انرژی میگیرید که مجموع میشه 200 تا انرژی و با انرژی ها میتونید ساتوشی ماین کنید. ایردراپ های دیگه که یعنی تسک های دیگهش هنوز نیومده، کامینگ سون هست. همونطور که اینجا داریم میبینیم کامینگ سون هست و هر روز چک بکنین که بلافاصله بعضی که اومد شما ازش استفاده کنید تا بتونید سریعتر به مینیمم برداشت برسید. اینجا استیکینگ هست دوستان که با توجه به اون انرژی هایی که مصرف میکنین بهتون مقداری ارز خود ربات رو میده. BTN هست اسمش و در آینده ممکنه لیست بشه و بتونید ازش استفاده بکنید. گزینه بعدی گزینه مای تیم هست که برای رفرال گیری هست و مبلغی که رفرال های شما برداشت کنن از این بازی یه مقداریش 8% به شما میرسه و هرچی بیشتر اون رفرال هاتون برداشت بزنن خب طبیعتا بیشتر هم به شما به اصطلاح کمیسیون میده. اینجا مای بانک هست که دوستان همینطور که میدونید اینجا میتونید بیت رو بزنید و اینجا گزینه BTC رو بزنید، بیت کوین رو، و مقدارش رو وارد کنید و اینجا هم این آدرس کیف پول بیت کوینتون که مینیمم برداشتش هم 2014 هست که معادل یه چیزی حدود $97 میشه. از این گزینه خارج میشیم. دوستان این بالا گزینه مای NFT داره آپگرید که توصیه نمی کنم اصلا واردش بشید چون باید داخل بازی هزینه بکنید. همطور که می‌بینید برای آپگرید NFT تون نیاز به پایین ترین قیمتش $26 که من اصلا پیشنهاد نمی‌کنم. ما هدفمون کسب درآمد رایگان هست. اینجا هم گوشه صفحه همینطور که می‌بینید رفرال لینک هست که همون چیزی هست که من بهتون گفتم. میتونید برای دوستاتون بفرستید و با درآمدزایی اونها شما هم یه مقداریشو به دست بیارید. این باز دوستان مثل نات کوین هست و فقط کافیه که روی صفحه کلیک بکنید. اینجوری من الان کلیک میکنم که شما ببینید. میبینید ساتوشی براتون ماین میکنه و این بالا یه انرژی براتون پر میشه که با توجه به اون انرژی براتون حالت استیکینگ داره و ارز خود ربات بهتون میده که فعلا درگیرش نشین. سعی کنین رو ساتوشی تمرکز کنین تا بتونین ساتوشی بیشتری به دست بیارین. دوستان بازم سوالی داشتین داخل کامنت ها بگین
یا آیدی تلگرامی من داخل چنل تلگرام هست، میتونین از اونجا سوالی دارین بپرسین. اگه از این ویدیو خوشتون اومد حتما لایک کنید. از این موضوعات اگه علاقه‌مندی به این موضوع حتما چنل سابسکرایب کنید، زنگولش هم فعال کنید و تا ویدیوی دیگر بدرود.